السلام علیکم دوستان بیننده های عزیز شبکه شهرنام. من امروز ما آمدیم برای تبریک کردن به یکی از طرفخانه های بهترین و طرفخانه یکسرای. امروز در این کاشانه قصر یک عائله نوجوان همجویه رشته محبت و رشته عاشقی را میپیوندند. امروز ما میخواهیم صاحبان توی را، شاهد سایتی را، البته داماد و عروس امشب را، شهراز جان سبینه بانو را تبریک گوییم و طرفخانه احمد جان عزیز آمدیم. حاضر با ما باشید، آن لحظه ها را پیشکش شما میکنیم. رفتیم. ovoz sohibi va sohibalarning ovozlariga ko'z tegmasin deymiz. Xalqimizni yaxshi kunlarda hamisha mana shunaqangi to'ylarda xizmatda bo'lish Allohdan nasib etsin deymiz. Hurmatli do'stlar, muhtaram mehmonlar, yana bir bora bugungi bayzli kechamizga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimizga xush kelibsizlar deymiz. Demak, bugungi ajoyib unutulmas kechamizda ajoyib insonlarimiz tashrif buyurganlar. Demak, kuyov bolamizni onajonlaridan tabriklash uchun Shahnom tabriklash agentligi tashrif etdi. Chiroyli qarsak bo'lsa taklif qilamiz. Marhamat. Kelinglar. سلامی که دلم را با نور پیوستی، سلامی که زندگی از تجلط زیباست، سلامی که سکوتت سکوتی کوكب هاست، سلامی که نوایت نوایی باران هاست. پیش از همه سلام و درود خود را به یکایک شما عزیزان میرسانیم. السلام علیکم مردم بالا دیده و بالا نیشین، اصل زاده های سمرقند قندمند، مهمانان عزیز. من امروز در یکی از طرفخانه های بهترین شهر سمرقند، در طرفخانه یکسرای دیده و دیده رسیده ایستادیم. ما آمدیم برای تبریک کردن امروزه شاهنشاه و گلعروس نازنین، برای تبریک کردن شهراز جان سبینه بانو و البته برای تبریک کردن مادر مهربان خاندان که طول قریب 3 سال باز در مسافرت بودند. من خطا نکنیم 15 یا 20 روز شده است که از مسافرت برگشته در عهده عائله و نزدیکان این بزم جمشیدی فرزندانشان را تشکیل کردند، در اینجا سر و برشته ایستادند. می‌خواهیم دست ما خالی باشد. اگر شایستگی را یک قرضک زنه تکلیف میکنیم. مرحمت شایستگیش ما را با صحنه تکلیف میکنیم. مرحمت. توی داری، توی خوشی با قرار خواهم به تو، آبرو و اعتبار خواهم به تو، در راهی پرپیچ و تابی زندگی وقتی خوشی با قرار خواهم به تو، پیشی چشمت لاله سرخی بهار، سیر لاله در بهار خواهم به تو. مرحمت شایستگی نظام با تکلیف میکنیم. السلام علیکم. امروز توی و تنتنه مبارک. امروز آن مهنتی حلال کردی، اینقدر دسترخوان پر از ناز و نعمت را پر کرده، در اطراف دوستان سرجم آمده. این بزم زیبای فرزند را برای شما مبارکباد میگوییم. حاضر باش برای تبریک کنی آمدیم. از نامی چخلی گویم همکاران، از نامی هموطنانی که در شهر خارج هستند، در مسافرت هستند، از نامی دوگانه هایتان سروی نزایتی، انزور دایتی، شهر نزایتی و رخسارایتی میخواهیم شما را تبریک گوییم. گفتند رسانید که آیتی جان ما شایستگی یک انسان دلشان سفید، یک خاکسار، در مسافرت هموطن به هموطن یاردمش دست یاریش میرسیده است. در پستی و بلندی زندگی، در مشکل‌های زندگی برای ما دست یاری خود را رساندن، برای ما یاردم بی‌غرض خود را رساندن. رحمت برایشان. برای آن خواهر عزیزمان امروزه این توی فرزندانشان را مبارکباد میگوییم. حاضر همراهی دوگانه هایتان تا آمدن هم صحبت شدیم. گفتند که آیتی جان ما چقدر نیت نقض میکردن، من مسافری و میگشتن خودشون با یگان چیز خراجات نمیکردن، فقط میخواستند که خانه جا انامید فرزند ما بخت و کمالش بینم، انام خیلی توی های کلان کنم و دوستان و دوگانه های نزدیکان ما در سر دسترخوان پر از مهنت حلالم سرجم کنم و آنها را در این روزهای خرسندی همراه آنها دیده و دیده رسم. امروز روز خرسندی توی و تنتنه فرزند اصیل را مبارکباد میگوییم و از نام همون خواهرکان عزیزتان که در مسافرت هستند، از نام دوگانه های عزیزتان شما را تبریک میگوییم. گفتند برای خواهر نازنین ما رسانید. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر، چشمش پر آب است و دیدار گسیل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. خواهر عزیز
عزیز ما همیشه مانند گل‌های بهاری شکوفان هستند. می‌خواستیم که آنها خیلی جوانی، برنادیلی، زیبایی هیچ وقت ترک نکند و مانند امروز زیبا شده گردند و از درون گل‌های زیبای سمرقند یک دسته گل زیبا را پنهان کنید که مانند همون گل خواهر ما نازنین هستند. یک تا قرصک می‌زنیم دسته گل زیبا را از امید گانه‌هایشان می‌سپاریم. مبارک باشد. البته شایستگی از نامی سروینازایتی، انزرادایتی، شهنازایتی، رخسارایتی که حاضر تاریخی تلفن ما را می‌بینند گفتند که فقط دوگانه مرا نه، البته در اینجا پسرشان هست، خیرینشان هست. تبریک گویید. از نام انام خواهر عزیز ما رسانید که امروز روزی خرسندی است. شیراز جان توی ها مبارک باشد. امروز توی و تنتره را، امروز تاج عروسی، جامعه دعواتی را برای شما مبارکباد میگوییم. از نام مادر مهربانتان که 15 روز شده است آمدند بهر شما هستم با آن مشک عنبری، با آن حسن جمالی که مانند فرشتان خاندان را پر کردند. از نام شایستگی بهر شما میگوییم پسر جانم تو خوب و مهربانی، در این دنیا تو از من یک نشانی، والدین میرود یک روز جانم تو این راه ای پسر باید بدانی. چو صبحی با صفا باشی پسر جان و یارت با وفا باشی پسر جان. الها در تمام زندگانی با امیدی خدا باشی پسر جان. البته شیراز جان توی ها مبارک باشد، مانده نباشد. خداوند عزیز نصیب کند سال آینده از خاندان شما آوازی گریه کودک براید و هر بار شمایان را تبریک کردن نصیب کند. حاضر شایستگی که برای شما یک کنورت آوردیم، درونش پر از خط، پر از مکتوب است که آه دل آنها، تبریکات آنها برای شما روانه شده است. می‌خواستیم آن را برای شما تحفه کنیم، برای شما رسانیم. مرحمت کنورت رو بعد خانه رفته می‌خوانید به حضور. حاضر شایستگی از شما عذر می‌پرسیم از مهمانان در روز خرسندی. شیراز جان هر بار ما در توی و تنتنه مهمان شویم نیت می‌کنیم، شایستگی آرزو می‌کنیم که بهر داماد و عروس چهار خطر شعرش کردیم. من تمنا می‌کنم این گل عروس مادر شود، آرزو دارم نخست فرزندی او پسر شود. نامبرداری شیراز جان گردد میان مردمان، نام فرزندی نخستین نام پیغمبر شود. گفتگی ها دست ما خالی باشد. یک تا قرصک زنیم به افتخاری صاحب تیان توی در این خانه مبارک باشد. رحمت سلامت باشد. امروز بزم زیبا را مبارکباد میگیم. حاضر در اینجا خواهران دوگانه ها هستند، همراه آنها البته حاضر از راوی بهترین امروزه رحمت میگیم که برای ما وقت جدا کردن. بهری امروزه مهمانان عزیز سلامت باشید میگیم که وقتی پرقیمتترین شما را گرفتیم امروز در خدمت شما جماعه شهران بودند که این بزم زیبا را کمی باشد تبریک کردیم، مادر مهربان را دلشان را شاد کردیم. البته حاضر رسم میگیریم، بعد از آن با ما جواب توی مبارک باشد. مرحبا. Tabriklashganingizga bitta chiroyli biroz qarsaginglar uzoq safardan onajonimizcha sovg'a kelib to'ylar yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Mana shu farzandlaringizni rohatini ko'ring. Tabrik so'zimi? Marhamat. Assalomu alaykum mehmonori aziz, hammaton xush omadedon. Array dur hamkatara baykadedon, hammatonga rahmati kalon shmonba. Ikam rahmat shmonba. Rahmat Onajon, Tanijoningiz sog' salomat bo'lsin deymiz. Albatta bu video chiqqandan keyin o'sha chet el safarda bo'lgan do'stlaringiz ko'rib, albatta xursand bo'ladi. To'ylar yana bir bora muborak bo'lsin deymiz.
احساسات که از نام دوگانه ها از نام دوستان شما پیشکشی شما کردید. امروز مادر مهربان خاندان را، امروز مادر اینکه چندین سالها در سفر بودند برای رونق رواج یافتن فرزندان، برای زیبا گشتن حیات، برای پرمضمون گذاشتن حیات فرزندان، چندین سال خود را برای مسافرت صرف کردن. امروز مادر مهربان را از نام دوگانه هایشان تبریک کردیم. مادر عزیز را، شایستگی را در این روز خرسندی فرزندشان تبریک کردیم. البته مانند هر روز با ما باشه، با شبکه شهنام رفتیم.
چشمات جرام